خانم‌ها حالا یا بعضی از آقایون دوست دارن که موهاشون رو رنگ بکنن و دوست دارن که پوشش سفیدیشون 100% باشه. سلام، جانا عابدی هستم، مدیر و مؤسس آموزشگاه موی سالم. تشکر میکنم از فروشگاه رخسیما که توی این سلسله ویدیوهای آموزشی حامی من بودن. مهمترین چیزی که ما در رنگ مو استفاده میکنیم پوشش دادن سفیدی موهاست. یعنی یک انسان از یک سنی به بعد، باز اون هم بستگی به ژنتیک و موقعیت جغرافیاییش، از یک سنی موهاش شروع میکنه به سفید شدن. ممکنه یه موی بلوند داشته باشه که سفید شده، یا یه موی تیره داشته باشه و شروع میکنه تارهای سفیدی پیدا شدن. و اغلب خانم‌ها حالا یا بعضی از آقایون دوست دارن که موهاشون رو رنگ بکنن و دوست دارن که پوشش سفیدیشون 100% باشه. کارخانه‌های سازنده رنگ مو، مخصوصاً شرکت‌هایی که از محصولات و متریال درجه 1 استفاده می‌کنن، در آزمایشگاه‌ها اومدن از تکنیک‌های مختلف استفاده کردن و رنگ‌های فول نچرال یا اکسترا رو درست کردن که بتونه تشدید پیگمنتی داشته باشه و راحت‌تر پوشش سفیدی به موها بده.